собиқ президенти Қирғизистон Аскар Акаевӣ дар ҷустуҷӯ қарор дошта, дар 16 соли охир бори аввал ба кишвар баргашт. طبق گزارش‌ها بازگشت او پس از آن امکان پذیر شده است که مقامات امنیتی او را به عوض همکاری با تفتیشات کفالت دادند. در این باره روز 2 август رسانه‌های محلی و جهان خبر دادند. Следствием доказаны эпизоды. قبلا مقامات کنونی کشور اسکر اکایفро با اتهام معاملات کورپسیونی هنگام بستن سازشنامه گنرالی که عاید به استخراج کان طلای کمتار در سال 1992 برای قرقیزستان ناموافق بود و سال 1994 به آن تغییرات وارد کرده شد. هنگام تجدید سازشنامه عمومی با یک شرکت کانادی کامکا در سال 2003 برای خط افرادی تحت جستجو قرار داشته داخل نمودند. یادرس میکنیم که 17 می سال 2021 پارلمان قرقیزستان بر اساس خلاصه های کمیسیه دولتی قرار درباره جاری نمودن اداره‌کنی موقتی بیرون در انشاءات وابسته به عملهای بی‌مسئولیتانه شرکت کنترا گولد اینکورپوریشن با دغلانه ویران کردن استانداردهای اکولوژی ابدار کرده شد. در پاسخ کنترا گولد اینکورپوریشن در کانادا به دادگاه آربیتراژی بین المللی با عباره غصب کان از جانب حکومت قرقیزستان علیه عملهای حکومت قرقیزستان دعوا پیش آورد. از این رو واضحاً با جلب اسکر اکایف با پرونده جنایی و گرفتن شهادت ضروری مقامات میخواهند موقع خود را در نزد دادگاه بین المللی تقویت دهد. خبرنگار قرقیز پریزاد قرقیزبویeva وضع را چنین شرح داد. Вопрос политики в стране в данном. مسئله سیاست در کشور خصوصا در مورد کمتار با سیاست خارجی قرقیزستان وابستگی دارد و سیاست خارجی قرقیزستان به سوی منفعت‌های شریک استراتژی خود در سیمای روسیه روانه شده است. از این رو کاملا با اطمینان میتوان گفت که مسئله کمتار به فایده روسیه حل خواهد شد و برای این همه راه‌های امکان پذیر از جمله جلب پرزیدنت سابق اسکر اکایف به پرونده جنایی ضد کمتار و با این وسیله از او دلیل‌های ضروری علیه سرمایه‌گذاران کانادایی جستجو کرده می شود. باید قید کرد که عوضشوی تاراجگران با تاراجگران دیگر به منفعت مردم قرقیز نیست. زیاده از آن ضرر و خصیصی کانی حاکمان که در سر قدرتند کشور را باز به یک زنجیره وابستگی سیاسی و اقتصادی به اصطلاح شریک استراتژی می‌کشند. Комбинат выводит на качественно новый уровень важную для Киргизии горнодобывающую